اگر تا اینجا رسیدی، حالا وقتش است که خالیگاه‌های بین کاشی‌ها را پر کنیم. من از گراوت یا مواد آماده استفاده می‌کنم که ضرورت به مخلوط کردن نیست. فقط سرش را باز کن و به کار شروع کن. با استفاده از دسته رابری سمنت را به زاویه 45 درجه در بین کاشی‌ها فشار دادم تا همه فاصله‌ها پر شوند. بعد از 10 تا 15 دقیقه با اسفنج تر روی کاشی‌ها را به نرمی پاک کردم. زیاد فشار ندادم که سمنت از بین نرود. حالا نوبت آن است که تمام چوب‌هایی که قبلا از دور الماری و بالای الماری برداشته بودم دوباره در جایشان نصب کنم. همچنین قسمت پایین کاشی‌ها را با سیلیکون مخصوص که رنگ سفید داشت پوشانیدم تا هم تمیز دیده شود و هم ضد آب شوند. چون ضخامت کاشی‌ها از ساکت زیادتر است، اسپیسر یا فاصله دهنده در پشت پیچ‌های ساکت گذاشتم که سطحش با کاشی‌ها برابر شود. و آخرین مرحله مایم سمنت یا گراوت ها چون رنگ سفید دارند و باید با یک مواد مخصوص حفظ شود تا از چربی آب و لکه محفوظ باشد. بوتل آن که برز با خود دارد روی خط‌های گراوت بکشید و بگذارید خشک شود.